زیر سایه تهدیدها و اختلافهای شمار از علمای دین و مردم بر روی استیج موسیقی آمده و برای هوادارانش آوازخوانی می کند. این اجرایش همزمان با این است که در چند صد متریش در بیرون هتل اینترکانتیننتال ده ها تن از مخالفانش بر ضد این کنسرت جمع شدند و می‌خواهند این برنامه لغو شود. اما آریونا سعید این همه را نادیده گرفت. به رقص و آوازخوانی پرداخت. احساسات خودی چی نمیتونم بیان کنم. بسیار زیاد خوش هستم، بسیار زیاد، و از خوشی دانم جنگ مانده. واقعا نمیتون است. بسیار خوش هستم. جشن استقلال جشن گرفتیم بعد از بسیار وقتا که بسیار مهم بود و اینمی که افغانای ما در بینشان اتحاد و همبستگی بود. امشب همگی یک جای زیر یک چت، خانمان آقایان همگی اینمی بسیار پیشما یک دنیا ما نامیده. بسیار زیاد خوش. این کنسرت قرار بود با شمار بیشتر اشتراک کننده ها در ورزشگاه غازی برگزار شود، اما با دنبال مخالفت گورنر کابل این کنسرت در اونجا برگزار نشد و شمار برگزار شد. آریونا سعید میگوید در این کنسرت که به مناسبت 98مین سال روز استرداد استقلال افغانستان برگزار شده بین 4 تا 5 هزار تن اشتراک کردند. نن تاسو ګورئ چې دلته په انټرکانټیننټل هوټل کې دا جشن نیول شوی دی د اریانا چې کوم هغه د کنسرت دی، نو د دې ټولو هیوادوالو ته مبارکي ورکوم. تاسو ګورئ چې د هر قوم که تاجک دی که پښتون دی که ازبک دی که پشاهی دی، د هر قوم نه دلته خلک راغلي دي. زمانی که میای با او همه تهدیداتی که مثلا یک زن افغان میای مبارزه میکنه با تمام افکار جهالت، اینا میان مبارزه میکنه و آواز میخوانن، این خودش مانگر این است که یک زن واقعا میتواند در اوج قدرت برسد. برگزاری کنسرت با بیش از 10,000 اشتراک کننده در استادیوم غازی به عنوان هدف بزرگ آریونا سعید باقی است و میگوید در آینده در مکان یاد شده آوازخوانی خواهد کرد. ما تصمیم دارم که سال آینده بخیر، یعنی یکی از آرزوهایم است که من نمیتونم یک کنسرت در غازی استادیوم گرفتنی هستم 100% بخیر و انشالله که میشه. مولوی عطاالله فیضانی، یک عضو شورای علمای کابل، در صحبت با رادیو آزادی گفته است برگزاری چنین کنسرت‌ها در مخالفت با شریعت اسلامی است. به گفته وی تهدیدهای امنیتی و مخالفت علمای دین سبب شد که آریونا سعید نتواند در استادیوم غازی کنسرت اجرا کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.